امروز برای فریدون یک روز خاص است. دوست دخترش زادروز دارد و این می‌خواهد بهترین گلدسته را به او هدیه کند و در همین روز هم شاید برایش پیشنهاد ازدواج نماید. اگر فریدون پاسخ مثبت بگیرد و ازدواج کند، این باز یک عائله خواهد بود که بر اساس محبت تلفنی بنیاد شده است. این جفت را 2 سال پیش یک خدمترسانی شناس کرد که از طریق تلفن موبیلی راه اندازی شده است. وا خوردم، خیلی من با معقول شد، من معقول شد، گشتیم و خیلی دوست می‌دارم شد. شیوه‌های نوی شناسایی و ازدواج میان گروه از جوانان در تاجیکستان تدریجاً جای اصول‌های عنعنوی و سنتی انتخاب همسر را می‌گیرد. با توجه به میل زیادی جوانان به تلفن‌های موبیل، امروز توسط شرکت‌های موبیلی خدمت‌رسانی یا کلوب‌های مخصوص شناسایی فعالند. امار فیستا، چق چق، فن باکس هم از جمله این خدمت‌رسانی‌هایند که از 15 تا 21 هزار کاربر دارند. در یک سال گذشته توسط خدمت‌رسانی اماره که از جانب شرکت زرین ام راه اندازی شده است، در کشور 3 جفت خانه‌دار شدند. سلام علیکم، من آجر بیرونی هستم. تالدم 93 دوزنده میباشم. میخوام با شخص شناسم که همدرفن باشد. بسیارتر فعال در این خدمت‌رسانی از ناحیه‌ها، از ناحیه‌های دوردست بسیارتر فعال میباشند با مقصدی نزدیک کناندن جوانان با همدیگر، شناسایی، برپا نمودن عائله درست. ما با فکر آوردیم که همین خدمت‌رسانی‌ها کشیم. در مورد شیوه‌های نوی شناسایی طریق اینترنت یا تلفن در جامعه سنتی تاجیکستان نظرها گوناگون است. چه همین کوچه بگشتن و کردن، گپ پرتافتن و کردن و همین آواز شنیده کتشون گپ زده یکدیگر فهمی کرده خیلی صحبت کنن اکثر. آنها برای جلب نمودن پسران بسیار چیز می‌نویسند، اما در زندگی ممکن آنها شخص دیگر باشند، شخص حقیقی نباشند. برای فتنه فریب دخترها رو به دیگر راه میبرند. این نادرست است. وقتی که آدم شناسایی پیدا کرد، بعد خود شخص شناسایی پیدا کرد، نه به واسطه اینترنت، نه به واسطه تلفن، نه به واسطه دیگرش. خوب هستن مثلا دخترانی که سن سالشون گذشته است و آنها مثلا در جامعه ما شرم می‌دارند از این چیز. این یعنی یک راه است، یک شانس است برای اونها که مثلا میتوانند با چنین راه‌ها بخت خودشون را پیدا کنند. افزایش خدمت‌رسانی و کلوب‌های تلفنی در حالی است که اعلان‌ها برای دریافت همسر در هفته‌نامه‌ها هم زیاد به نظر می‌رسد. توسط محفل شانسی نشریه عائله سال گذشته 50 عائله بنیاد شده است. فرض کردیم سال‌های قبلی میگفتن، وقتی میگفتن که من شوهر خود را تنها در زیر چادر عروسی دیدم، یا که مرد میگفت من زن خود را شبی که اول خانه‌داری دیدم، ما در حیرت میشدیم، میگفتیم چه خیلی است که این همه خیلی واقعا همه خیلی بود. ولی امروز با آن که تکنیک پیش رفته است، ما دیگر آن عروس‌ها و آن دامادها را از هم دیگر دور نگاه داشته نمیتوانیم. خواه ناخواه آنها راهی پیدا میکنند که با هم واخورند و این خوب هم است. با این همه اماره و چقچق، این فقط یک راه است که شرکت‌ها برای آشنایی با یک جوان پیشنهاد میکنند. اما مهم این نیست که شما هم دیگر را از طریق تلفن و اینترنت یا با کمک والدان پیدا میکنید. مهم انتخابی درست است تا بر پایه آن یک عائله سالم و پاینده بنیاد شود.